حتی میگن که وقتی که حضرت نوح علیه السلام در داخل کشتیشان بودن 150 روز در روایت ها آمده است که کشتیشان سیر کرد در بالای آب، چون که همه غرق شد غیر همین 80 نفر مسلمانایی که به حضرت نوح ایمان آورده بود. بعضی آدم ها فکر میکنند که مسلمان فقط بعد دین اسلام، دین پیامبر صلی الله علیه و آله پایان، وقتی که ما گفتیم که حضرت ابراهیم مسلمان بود، دروغ نگو گفت از کسی، دروغ نگو اسلام بعد پیدا شد. ای ماشاءالله علمدار شدید و دانا شدید. آخر الله تعالی هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا، الله تعالی شما را در کتاب‌های متقدم هم مسلمان نامید، در این هم یعنی ما این. لیکن دیگر دین‌های پیغمبرها هم دین اسلام است. درست است که شریعت‌هاش فرق می‌کند، یعنی احکام فقهیش فرق می‌کند، لیکن مقاصد شریعت، عموم شریعت که خلاصه شریعت این امر به یگانه پرستیدن الله است، توحید است. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما در حقیقت برای هر یک امت پیغمبر فرستانیدیم. وظیفه پیغمبرها این بود که به مردم میگفتن که ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الله تعالی را یگانه پرستش کنید، از عبادت طاغوت دوری جویید. طاغوت عبادت نکنید. طاغوت غیر الله تعالی کسی که خودش اله گرفته است، خودش معبود گرفته است، یعنی سزاوار عبادت دانسته است، خودش برابری الله دانسته است، اینا طاغوت هستند. پیغمبرها امر میکردند که یگانه الله تعالی پرستیده شود و به طاغوت ها کفر ورزیده شود، یعنی به طاغوت باید کفر کنیم، کافر شویم، به الله تعالی ایمان بیاریم. خلاصه همه دین ها دعوت به یگانه پرستی هست و نهی از شرک است. و اینچنین خلاصه همه پیغمبرها در معامله با خلق ظلم نکردن است، عدالت را جاری کردن در روی زمین است، فسادکاری را یک طرف کرده، آبادی را پیشه کردن است. خلاصه شریعت ها همین است. ولی درست است که مثلا احکام ها فرق میکند. ما رمضان روزه می داشتیم، مثلا یهود عاشورا روزه می داشت. عبادت ها کم و بیش فرق میکند. جزاهای جنایت ها فرق میکند. مثلا در شریعت ما دوز دستش بریده میشد. در شریعت یوسف علیه السلام دوز را غلام کرده میگرفتند. در شریعت یعقوب علیه السلام دوز دو برابری دزدیش مبلغ میسپارید. اگر 100 دینار دزدی کند 200 دینار میسپارید. یعنی همه اینها اتفاق میکند که دزدی حرام است. همه اینها به دزدی یک جریمه بستند. یعنی در همین، یعنی دزدی چیزی حرام است، لیکن جنایت ها نتیجه هاش فرق میکند، جزاهاش. لیکن خلاصه شریعت ها همش یک است. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ما جماعتی پیغمبران دینام یگانه هست، ولی مادرام گوناگون است. خب بنابراین حضرت نوح علیه السلام در داخل کشتی وقتی که 80 نفر تقریبا اونایی که مسلمان بودن گرفتن و اینجوری از هر یک پرنده و حیوان هم یا جفت گرفته بودن، یا موشی ماده یا موشی نر. اینجوری شکایت کرده هستن حضرت نوح علیه السلام از بالای موش. ابن ابی حاتم روایت میکند با اسنادش تا پیامبر صلی الله علیه و سلم. بعد نقل از حضرت نوح علیه السلام است. اصحاب نوح میگن که ما چه خیلی آرام شویم و این حیوان ها همراه ما از شیر اینجا هست، شیر ممکن دیگر حیوانات خورد. بعد الله تعالی به شیر تب لرزه را شیری که در کشتی بود به بیماری تب لرزه گرفتار کرد. حما شیر که بیمار شد دیگه امکانیتی شکار کردن ندارد و از موش شکایت کردم که این موش حاضر بندهای کشتی و اینچنین تخته های کشتی را خاییدن شروع کردن. بعد الله تعالی این روایت ابن کثیر هم در بدایه و نهایه آره مسئله های تاریخ است. این مسئله های تاریخ مثل حدیث حکم کرده نمیشه.
امام احمد و دیگر علمای پیشگذشتگان ممکن اذا جئنا فی التواریخ تساهلنا فی الاسانید، ما اگر در مسئله تاریخ میوندیم در مسئله اسناد سبوک میگرفتیم. و اذا جئنا فی الحلال والحرام تشددنا فی الاسانید، مسئله حلال و حرام مشدد سخت میگرفتیم. این قاعده های مصطلح الحدیث در تاریخ عینا خودش استفاده کرده نمیشه. و حلال و حرام و عقیده دیگر چیز است، تاریخ دیگر چیز است. در تاریخ اجازت است نقل،